خب برای این کار اول وارد نرم افزار ادیت میشیم. مال خود اینستاگرام حتما نصبش کنید. از تو گالری ویدیویی که میخوایم آپلود کنیم و میاریم توی برنامه. یه تغییر جزئی باید اینجا بدیم. تو قسمت ویدیو رو انتخاب میکنیم، تو قسمت ادجاست، تو استایل شارپنش رو حدوداً 50 تا ببرید بالا. تنظیمات خروجی رو بذارید روی HDC HDR و خروجی بگیرید. شیر مستقیم تو اینستاگرام رو میزنید. این صفحه که اومد یه بار سیو درفتش میکنیم. اینجا دوباره سیو درفت رو میزنید. اگر دقت کرده باشید حجمش 57 مگ بود، دوباره که میزنیم میشه 58 مگ و اینجا دوباره انتخابش میکنیم و حالا دیگه میخوایم کپشن بنویسیم براش، میخوایم عکس کاور انتخاب کنیم، اگر لوکیشنی میخواین بزنید براش، هشتگی میخواد، اینجا وارد میکنید. یه نکته مهمی که داره، پست رو حتما باید به صورت اسکیجوال بذارید، یعنی همونجا شیر مستقیم نمیزنید. میایین از اینجا یه ساعت و تاریخ بهش میدید. اگر میخواین همین امشب یا همین الان آپلود بشه، دیگه حتما از اینجا به نزدیکترین زمان ممکن انتخاب کنید و اینجا اشتراک گذاری رو بزنید دیگه. تمام. اینجا هم خب میتونید ببینید دیگه ما ویدیویی که از این طریق آپلود کردیم تو پیجمون کیفیتش میتونید ببینید و این هم ویدیویی که قبلا بچه‌ها بدون دونستن این نکات با خود اینستاگرام آپلود کردن.